درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. مرحله به مرحله براتون امضا رو اجرا میکنم. ممنون میشم که لایک و سابسکرایب کنید این کانال رو و بهم انرژی بدید که آموزش های بیشتری براتون بذارم. مرحله اول امضا به این صورتی که با یک سی بکشید. سی حالت کشیده باید داشته باشه. دقت کنید، حالت کشیده باید داشته باشه. مرحله دوم شما یک خط به این حالت انجام میدید، قوس مانند انجام میدید و همین ادامه پیدا میکنه. یک خط صاف میره به سمت راست. مرحله بعدی همینی که اجرا کردید. حالا یک خط دیگه میریم به سمت چپ، برگشت داره. نزدیکش که میشه، نزدیک این که میشه، یه قوس پیدا میکنه به سمت بالا. یه قوس به سمت بالا پیدا میکنه. مرحله بعدی مرحله بعدی اینا رو که رفتیم رفت به سمت بالا، میاد به سمت پایین و به سمت پایین که اومد یک چه حالت دی مانند ایجاد میشه. دقت کنید این فضای مثلثی باید خوب اجرا بشه. این فضای خالی باید اجرا بشه. این قوسه باید اجرا بشه و این فضای خالی هم همینطور باید اجرا بشه. برای اینکه این رفت و برگشتی که داریم به صورت هفت مانند و این فضای خالی ایجاد بشه، باید سعی بکنیم که یک رفت و برگشت چنین چیز داشته باشیم. اگر ما رفت و برگشت رو یعنی اینطوری داشته باشیم، یعنی که دقیقاً اومدیم روی خط. اما اگر خط اول رو اجرا بکنیم و برای خط دوم یک کم زاویه بدیم به سمت بالا، فضای خالی ایجاد میشه. در غیر این صورت اگر روش بریم، یعنی دقیقاً روش بریم، به این حالت میشه و این فضای خالی رو ایجاد نمیکنه. حالا به صورت کاملش رو براتون یه بار اجرا بکنم. اول که گفتیم یک سی کشیده اجرا میکنیم. حالا برای اینکه وسط در وسطش بیفته اینو در نظر میگیریم. از اینجاها اون قوسی که بر از مرحله دوم تا چهارم بودش، یعنی چهارم کامل شد، رو اجرا میکنیم. 1 2 برگشت داره، 3 تا اینجا گفتم میاد و این قوس پیدا میکنه به سمت بالا و میاد به سمت پایین و آخرش حالت دی اجرا میشه و این شد امضای سی. امیدوارم مفید واقع شده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنونم که بهم انرژی میدید. موفق و پیروز باشید.